غذای سالم و طرز حیات تندرست برای رشد جسمی و ذهنی کودک اهمیت فوق‌العاده دارد. در کشورهای غربی والدین برای جای خوراک کودک اهمیت مخصوص می‌دهند. تناسب سبزیجات و میوه‌ها، سفیده‌ها و کربوهیدرات‌ها در خوراک هر روزه نظارت می‌شود. در ما نیز گرچند بعضاً رژه غذایی کمی عنعنوی‌تر است، اکثر طعام‌های ملی خود از خود سالمند. مثلا استفاده شوربه‌ها، سبزیجات تر و تازه، گیاهای شفابخش در غذا. مهم آن است که کودک از خورد فرهنگ درست خوردن را یاد گیرد. کودک 7-11 ساله باید در یک روز 3 وقت خوراک اساسی و 1-2 وقت خوراک سبک داشته باشد. والدین باید نظارت کنند که فرزند بیشتر خوراک‌های طبیعی مانند میوه، سبزیجات، دانگی‌ها استعمال کند و از خوراک‌های ضررآور مثلا چیپس، نوشاکی‌های شیرین، شیرینی‌های از حد زیاد کناره‌گیری نمایند. البته گاه خوراک دوست داشته کودک از قبیل پیتزا یا شیرینی‌ها نیز باید اجازه داده شود، اما در دایره معیار. علاوه بر این، نوشیدن آب کافی در دوام روز و رعایت قاعده نهاری چون پادشاه شام خاکسارانه می‌تواند برای سالمی مفید باشد. والدین خود نیز باید نمونه طرز حیاتی سالم باشند. اگر در عائله همه پگاهی را با یک کاسه شوربا یا کاشه سر کنند و شب پیش از خواب شیر یا میوه استعمال کنند، کودک این عادت‌ها را می‌آموزد. همچنین گیگینه شخصی، دستان را شستن پیش از خوراک، دندان‌ها را شستن بعد از خوراک جزء پرهیز سالم است که از حالا باید به آن عادت کنند. با این طرز کودک با بدن قوی و خاطره روشن به پایان می‌رسد. دوستان گرامی، آیا شما این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفاً شرح خویش را به ما ارسال نمایید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.